میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی. میخوام یک گروه کوچیک تشکیل بدم که در زمینه هوش مصنوعی با هم دیگه گروهی، تیمی، رفاقتی کار کنیم، نه اینکه هر کسی تنهایی یک جای دنیا باشه. شما میتونید اولین عضو این گروه باشی.